بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. امروز حلقه 15 ماه است که انشاء الله فصل در مادران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، مادران رضاعیتی پیامبر صلی الله علیه و سلم، آن زنانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را در کودکیشان شیر داده بودند، انشاء الله صحبت خواهیم کرد. یکی از اون مادرانی که به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شیر داده بودند، مادری رضاعتی پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند، ثویبه بودند. ثویبه مولات ابی لهب که پیامبر صلی الله علیه و سلم را چندین روز شیر میدهند و اینچنین با همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم دو نفر دیگر را شیر میدهند، عبدالله ابن عبدالاسد و اینچنین عمک پیامبر صلی الله علیه و سلم حمزه ابن عبدالمطلب، که ثویبه هم حمزه و هم پیامبر و هم عبدالله ابن عبدالاسد را شیر میدهند که هر سه اونها برادری رضاعتی می باشند. و علما در اسلام ثویبه اختلاف میکنند که ثویبه آیا مسلمان شده است یا نیست. والله اعلم. خیلی که ابن القیم جوزی این مسئله را ذکر کردند. بعد از این حلیمه سعدیه با شیر پسرشون عبدالله برادر انیسه پیامبر صلی الله علیه و سلم را شیر میدهند و مادری رضاعتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میشوند. پس اینچنین حلیمه سعدیه نیز با همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم حمزه را شیر داده اند که حمزه رضی الله عنه عمک پیامبر صلی الله علیه و سلم از دو جهت برادری رضاعتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میشد، از جهت ثویبه و از جهت حلیمه برادری رضاعتی پیامبر صلی الله علیه و سلم و هم عمک پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشد. و اینچنین حلیمه سعدیه ابا سفیان ابن الحارث ابن عبدالمطلب را شیر داده است که ابو سفیانی که خیلی هم دشمنی سختی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود و در جنگ بدر و احد و در خندق خیلی هم ضد پیامبر صلی الله علیه و سلم مبارزه ها کرده بود و در فتح مکه اسلام آوردند و حسن اسلامشون خیلی خوب بود. این انسان ابو سفیان عمک بچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم چندین عمک داشتند که ما به شما انشاءالله در باب عمکشان بیان خواهیم کرد. و حارث این عمک پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند، برادری پدرشون که پسر حارث ابو سفیان بودند. و اینچنین ابو سفیان برادری رضاعتی پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. اما حدیثی که در حق ثویبه مولات ابی لهب مادری رضاعتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در بخاری آمده است، این است که در کتاب نکاح باب و امهاتکم اللاتی ارضعناکم عروه میگویند که و ثویبه مولات لابی لهب و کان ابو لهب اعتقها. ثویبه کنیز ابو لهب بود که ابو لهب آزادش کرده بود. و این ثویبه پیامبر صلی الله علیه و سلم را شیر میدهد و مادری رضاعتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میشد. و هر وقتی که ابو لهب وفات میکند، بعضی از نزدیکان ابو لهب در بدترین حال ابو لهب را در خوابشان میبینند و میپرسند در خوابشان که ابو لهب
تو به یگان کار خوب ملاقات به یگان چیز خوب ملاقات کردی؟ میگه به یگان چیز خوب ملاقات نکردم غیر از این که از یک انگشت ابهامم آب می نوشم، به خاطر این که به همین انگشتم ثویبه را به خاطر بشارت دادن تولد شدن محمد آزاد کرده بودم. سبحان الله. وقتی که ثویبه به ابولهب خبری تولد شدن محمد صلی الله علیه و سلم را می آورد، ابولهب ثویبه را از خرسندی آزاد می کند و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به نبوت بشارت می گیرند و مبعوث می شوند، ابولهب از اولین کسا می شود و ضد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می شود که لقب ابولهب را می گیرد. و خیلی که بیان کردیم، حمزه از دو جهت به پیامبر صلی الله علیه و سلم برادر بود و اینها کسانی بودند که به پیامبر صلی الله علیه و سلم شیر دادند و غیر از اینها دیگر کسی به پیامبر صلی الله علیه و سلم شیر نداده است. ثویبه، حلیمه سعدیه و اینچنین مادرشون سومین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم شیر داده اند. این یک روز مادرشون وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در نزد حلیمه سعدیه بودند، پیامبر صلی الله علیه و سلم را شیر میدهند. مادرشون تنها یک روز پیامبر صلی الله علیه و سلم را وقتی که در نزد حلیمه سعدیه بودند شیر میدهند که این سه نفر می باشند. مادرشون ثویبه و حلیمه سعدیه پیامبر صلی الله علیه و سلم را شیر دادند. و اینچنین به شما بیان میکنیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم را کدام زنها نگاه و بین کرده اند؟ چند زنها نگاه و بین کرده اند؟ این یک موضوع نو. اولین کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را نگاه بین کردن این آمینه مادرشان می باشد. آمینه بنت وهب بنت عبدمناف ابن زهره ابن کلاب. ببینید در سوم بابا آمینه با باباهای پیامبر صلی الله علیه و سلم میچسد، یعنی آمینه و مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم و عبدالله پدر پیامبر صلی الله علیه و سلم هر دویشون باباهایشون یک تا بود، یعنی عمک بچه و بچه ها بودند، خویش و اقربا با هم دیگر بودند. و اینچنین ثویبه، حلیمه سعدیه و شیماء ابنتها، یعنی دختر حلیمه شیماء، اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم را نگاه بین کرده است. حلیمه خودشون ثوبه اینها پیامبر صلی الله علیه و سلم را نگاه بین کردند. شیماء اینچنین خواهر پیامبر صلی الله علیه و سلم از رضاعت می باشد. دختر حلیمه شیماء اینچنین خواهر پیامبر صلی الله علیه و سلم از رضاعت می باشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم را نگاه بین کرده است. و وقتی که این شیماء به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در وفد حوازان می آید، پیامبر صلی الله علیه و سلم ردای خودشان را، خلط خودشان را از تن می گیرند و به زیر این زن شیماء می اندازند و در نزدش می نشینند مراعاتا لحقها، یعنی حق این زن را مراعات می کنند. برای همین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک حدیث خوبی را گفتند و یک صفت خوبی هم داشتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن این احسن الیک نفر فکافئوه. هر وقتا که به تو ای بنده یک نفر کاری خوبی میکند، یک عمل خوبی را انجام میدهد، پس این عمل خوبش را، این نیکیش را به نیکی بازگردان. فإن لم تستطع، اگر به نیکی مکافاتش را، عوضش را گردانیده نتوانی، فدعو له، فدعو لحقه، در حق این انسان دعا کن، حقش را بجا بیار. اگر که نتوانستی در حقش لااقل دعا کن، که این صفت مسلمان است که باید کسی که در حق شما خوبی میکند به خوبی جواب بدهید. وقتی که به خوبی نتوانستید در حقش دعا بکنید که الله هدایتش بکند، ثابت قدم نگاهش دارد. و اینچنین فاضله الجلیله، یکی از زنهای فاضله جلیله خیلی هم زنی خوب، ام ایمن برکت الحبشیه، پیامبر صلی الله علیه و سلم را نگاه بین کرده است که این ام ایمن از پدر پیامبر صلی الله علیه و سلم که عبدالله بودند به پیامبر صلی الله علیه و سلم همچون میراث
مانده است. یعنی ایمن غلام پدرشان بودند و به پیامبر صلی الله علیه و میراث مانده است که پیامبر ایمن را آزاد میکنند، از غلامی از کنیزی آزاد میکنند و به پسرخواندشان که در اول اسلام پسرخواند بود زید ابن الحارث، تا آن وقتی که الله پسرخواندی را حرام کرد، این ایمن را به زید ابن الحارثه به زنی می‌درارند، به زنی می‌دهند و از ایمن و زید ابن الحارثه یک فرزند تولد میشد که اسامه میگن. اسامه رضی الله عنه که خیلی هم جوان شجاع بود، جوانی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم سرلشکری مسلمان ها قرار داد در آخر عمرهایشان. پس ایمن زنی بود که وقتی که ابوبکر و عمر به زیارتش روزی رفتند گریه میکرد. ابوبکر و عمر گفتند چرا گریه میکنی ای ایمن؟ آیا گریه میکنی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وفات کرده است؟ مگر به رسول الله در نزد الله خوب نیست؟ گویان ابوبکر و عمر به ایمن سوال میکنند. ایمن میگوید که البته من به تحقیق میدانم که آن چیزی که در نزد الله هست به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بهتر است و خیر است و خوب است، و اما من گریه میکنم که بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وحی از آسمان قطع شد. بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دیگر وحی وجود ندارد. پس ابوبکر و عمر به هیجان می افتند و اینچنین اینها نیز گریه می کنند که این روایت در صحیح مسلم در کتاب فضائل باب من فضائل ایمن ذکر کرده شده است و صحیح است. و بعد از این ان شاء الله به فصل دیگری، به موضوع دیگری میگذاریم که این موضوع فی مبعثه صلی الله علیه و سلم و اول ما نزل علیه، در بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اولین چیزی که به رسول اکرم، اولین آیتی که به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده است ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. چخیلی که ما به شما در درس های حلقه های گذشته بیان کردیم، وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به 40 سالگی می درآیند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مبعوث به نبوت می شوند، پیامبر می شوند، چرا که 40 سالگی را سن الکمال می گویند. یعنی 40 سالگی این سن کمالات است، یعنی انسان به کمال می رسد. قیل یعنی در بعضی از قولها گفته شده است که قولها اینقدر هم قوی نیست، دلیل هم به این قولها نیست، اما گفته شده است که چخیلی که ابن القیم جوزی در زاد المعاد ذکر میکنند ولها تبعث الرسل، و در سن 40 سالگی تمام انبیا و رسول نبی یا رسول شده اند، غیر از عیسی علیه السلام که در کودکی نبی و رسول بودند. و ابن القیم جوزی میگویند و اما آنچه که بعضی از مردم در حق عیسی علیه السلام ذکر میکنند که عیسی علیه السلام گویا در سن 33 سالگی به آسمان برآمده است، فهذا لا يعرف له اثر متصل، هیچ اثری صحیح متصل دیده نمی شود و این قول درست نیست، یعنی صحیح نیست. و خودی من این قول را متابعت کردم، در احادیث ها گفتم هیچ اثری نآمده است غیر از یک اثر از صحابه، از سید ابن المسیب، از کبار تابعین. سید ابن المسیب دامادی ابو هریره رضی الله عنه، ابو هریره دخترشان را به سید ابن المسیب دادند که کبار تابعین میشن. سید ابن المسیب ذکر کرده اند که رفع عیسی و کان سنه 33 و کان 33 سنه، که این اثر را علما صحیح نمیدانند. پس 33 ساله شدن، 33 ساله بالا رفتن عیسی علیه السلام یک کار مجهول است، یک امر مجهول است، یگان روایت صحیح در این مسئله وجود ندارد و ما از نظر شریعت اصلا مأمور و طلب کرده نشدیم که باید فهمیم که عیسی چند ساله به آسمان برآمدند. به ما هیچ فایده و ضرری ندارد و مأمور هم نیستیم. و اولین درجه وحی که به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم
رسید و اولین درجه وحی به رسول اکرم صلی الله علیه و آله این بود که پیامبر صلی الله علیه و آله خواب می‌دیدند. خیلی که ما در مراتب الوحی 7 قسم مراتب الوحی رو ذکر کردیم، اولینش این خواب پیامبر صلی الله علیه و آله می‌دیدند. فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. پیامبر صلی الله علیه و آله یگان خواب نمیدید مگر اینکه مثل فلق صبح می آمد. خیلی که این حدیث بخاری ذکر میکنه از عایشه رضی الله عنها که این حدیث صحیح است که ما به شما ذکر کرده بودیم. و این خوابشون 6 ماه بود. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله خیلی که ابن القیم جوز ذکر میکنه 6 ماه فقط خواب میدیدن. اولین درجه نبوتشون بود و نبوتشون این 23 سال بود. 6 ماهش خواب بود و رؤیت الصالح را و رؤیه صالح را و صادق را جزء از 46 جزئی نبوت میدونن. یعنی جزئی نبوت 46 باشد، یکی از همین جزء رؤیت الصالحه می باشد. و بعد از این الله رب العزت و الجلال پیامبر صلی الله علیه و سلم را به نبوتش مکرم ساخت، اکرمش کرد. به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک فرشته آمد، ملک آمد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در غار حرا بود و به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر کرد و گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اقرأ باسم ربک الذی خلق. بخوان به نام اون پروردگارت که تو را خلق کرده است. سوره علق آیه 1. که این روایت را عایشه رضی الله عنها ذکر میکنند و جمهور علما بر اینند که اولین آیتی که به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شد این اقرأ باسم ربک الذی خلق است، از سوره علق است که این روایت را بخاری و مسلم اخراج میکنند از حدیث عایشه رضی الله عنها در کتاب ما بدأ به رسول صلی الله علیه و سلم اول البدء الوحی. و اینچنین در مسند احمد این روایت ذکر شده است. و اما جابر رضی الله عنه میگویند اولین آیتی که بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده است این یا ایها المدثر می باشد. یعنی در این مسئله اولین، یعنی مسئله که اولین آیتی که بر رسول الله نازل شده است، در این مسئله به دو قول به دو مذهب اختلاف کردند. مذهب اول که جمهور علما اکثر صحابه و عایشه رضی الله عنها می باشند میگن که اقرأ باسم ربک الذی اولین آیتی که بر رسول الله نازل شده است و بعضی از صحابگان مثل جابر رضی الله عنه میگن یا ایها المدثر نازل شده است. لیکن صحیح این است که اولین آیتی که بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شد این اقرأ باسم ربک الذی خلق می باشد. خیلی که ما حدیث عایشه رضی الله عنها را از بخاری و مسلم به شما روایت کردیم. و قول دوم که قول جابر هست روایتش در اینچنین بخاری آمده است که در تفسیر سوره اقرأ باسم ربک الذی این را همچون یک اثر ذکر کردن. اما قول صحیح خیلی که بیان کردیم قول عایشه رضی الله عنها و قول جمهور صحابه و جمهور علما می باشد که اولین چیزی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد اولین آیت این اقرأ باسم ربک الذی خلق بود. دلالتش این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب دادن به ملائکه، گفتن که من خوانده نمیتوانم. پس این جواب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلالت میکند که اولین آیت اقرأ بود. یعنی ملائکه گفتند ای محمد صلی الله علیه و سلم بخوان. پیامبر به جواب ملائکه گفتند من خوانده نمیتوانم. پس این دلالت میکند که اولین آیت این اقرأ باسم ربک الذی خلق بود. و قصه نازل شوی آیت یا ایها المدثر معروف است که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از انقطاع وحی، بعد از چندین وقتی که به بیرون میبرایند میگن که سرم را به آسمان بالا کردم که دیدم که یک ملک فرشته وجود دارد. پس زود به نزد خانه اشون می آیند و به خدیجه رضی الله عنها میگن که مرا پیچونید، زمیلونی، دثیرونی، مرا پیچونید، مرا پوشونید. و در این حالت یا ایها المدثر نازل میشد
پس این خلاف ناچیز است، لیکن به شما ذکر کردیم که شاید بعضی از کتاب که شما میخوانید این قول را ذکر کرده باشد و شما در مشکلی دچار بشوید. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از این به دعوت قریش شروع کردند و قریش را به اسلام و به دین و به قرآن دعوت میکردند که این دعوت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیز مرتبه داشت. یعنی دعوت هم مرتبه دارد، دعوت هم شرط و شروط دارد. خیلی که علمای اسلام ذکر میکنند هر کسی که عالم نیست، از سنت رسول الله به خبر نیست، از همون موضوعی که صحبت میکند کاملا با خبر نیست، به اون جایز نیست که در این مسئله صحبت بکند یا که کسی را دعوت بکند. هر کس وابسته به قدر توانایی و دانش و فهم خود باید دعوت بکند. از این بالا سخن کردنش جایز نیست. خیلی که آیات قرآن دلالت میکند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة ومن اتبعنی سبحان الله وما انا من المشرکین. پس اولین مرتبه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعوت میکردند این مرتبه پنهانی بود، خفیه بود. یعنی پنهان صحابگان را، آنانی که به اسلام رجوع میکردند اونها را دعوت میکردند و اونها را تعلیم میکردند. و اولین دعوتشان این دعوت نبوت بود. یعنی مرتبه اولین دعوت این مرتبه نبوت بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث شدند و دیگران را کم کم دعوت میکردند. دومین مرتبه این مرتبه بود که باید خویشاوندانشان را اول دعوت بکنند و انذر عشیرتک الاقربین. و سوم این بود که قومشان را، مرتبه سوم قومشان را، و مرتبه چهارم تمام عرب و عجم را یا تمام عرب را، و مرتبه پنجم تمام عرب را از جن و از انس. یعنی ببینید مرتبه اول پیامبر شدند، مرتبه دوم خویش تبار را دعوت کردند، مرتبه سوم قومشان را، مرتبه چهارم تمام قبیله های عرب را بیم میدادند و تنبیه میدادند، و مرتبه پنجم تمام اون کسانی که در روی دنیا هستند خواه از جن یا از انس باشند. که این مرتبه دعوت بود که مرتبه دعوت 5 مرتبه دارد. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از مرتبه پنهانی به آشکار دعوت کردن گذشت. معلوم است که رسول الله بعد از نبوت 3 سال کاملا خفیه پنهانی دعوت می کردند. آشکار در کوچه ها، در اماکن جمعیتی، مکانهای جمعیتی آشکار دعوت نمی کردند. بعد از اینکه 3 سال گذشت الله رب العزت و الجلال یک آیه را نازل کرد که این آیت از سوره حجر آیت 94 می باشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. از مشرکان برحذر باش، اعراض کن و هر چیزی که امر کرده شده ای به مردم رسان. و بعد از این آیت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دعوتشان را علنا آشکارا میکنند و شروع به دعوت آشکار میکنند و آشکار به دشمنی قومشان میپردازند. و در این حالت به پیامبر صلی الله علیه وسلم خیلی اذیت های سخت میرسد که در قصه های متولی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم معروف است تا اینکه الله رب العزت و الجلال به پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 هجرت را اجازت میدهد. 2 هجرت یعنی 2 هجرتی که به سوی حبشه بود. خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم هجرت نمیکنه، لیکن صحابگان به مانند عثمان رضی الله عنه و اینچنین دیگر صحابگان به اونجا سفر میکنند. و این یک قصه مختصری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود که ان شاء الله باقی مانده از قصه هایشان را در حلقه های آینده به شما بیان خواهیم کرد. و نام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و شرح معانی نام های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و کتابت هایی که کرده بودند و اینچنین بعضی از مسائل
مهمی سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم را به شما بیان خواهیم کرد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين.